استایل زن رئیس یا در اصل باس لیدی چیه؟ این استایل از اون سبکاییه که اعتماد به نفس و قدرت و با شیک‌پوشی زنونه ترکیب میکنه. یعنی هم زن بودنتو نشون میده، هم قدرت و استقلالت رو. توی این استایل بیشتر از جنسای لوکس مثل چرم، پشم نازک، جیر، ساتن استفاده میشه تا استایل رو رسمی و مدرن نشون بده. لباسا توی این استایل با برش‌های تمیز و دقیق دوخته میشن، مثل کتای کمردار و کت شلوارا. توی این استایل بیشتر از رنگای کرم، قهوه‌ای، زرشکی، مشکی و رنگای شیک و خنثی استفاده میشه، کمتر از رنگ نارنجی و زرد استفاده میشه. کفش پاشنه بلند نوک‌تیز یا بوت بلندم که اصلا بخش جدایی ناپذیر این استایله، چون باعث میشه حالت بدن قوی‌تر و با اعتماد به نفس‌تر به نظر بیاد. برای اکسسوری هم از اکسسوری‌های طلایی و ظریف، ساعت‌های فلزی، گوشواره‌های مینیمال و کمربند با سگک طلایی استفاده میشه، چون جزئیات طلایی حس سلطه و تجمل رو به ظاهر اضافه میکنن. و نکته مهمی که درباره این استایل هست اینه که به همه میاد، پس حتما امتحانش کن.